یک کارمند شعبه کارهای داخلی در نویه جبو رسولوف برای گرفتن پاره 27,000 سومونی جریمه شده 2 سال از حق کار در مقامات کارهای داخلی محروم شده است. در این باره از دادگاه ولایت سوخت بعضی پلیوس خبر دادند. حکم شهرزاد تاجبویف کارمند شعبه خدمات دولتی محافظه وزارت کارهای داخلی در نویه جبو رسولوف روز 30 می از سوی دادرس دادگاه ولایت سوخت بویر زویرزاده صادر شده است. او به آن گمان بر می شود که ماه سال روان به باوری ضیاءالدین کرامت الله زاده یک ساکن شهر خوجند در آمده با سوء استفاده از مقام خدمتی برای به کار قبول کردن به شعبه محافظه وزارت کارهای داخلی در نویه جبو رسولوف 4,000 سومونی گرفته است. با حکم دادگاه ولایت سوخت شهرزاد تاجبویف برای قلابی 27,000 سومونی جریمه و از حقوق اشغال منصب‌ها در مقامات حفظ حقوق به مدت 2 سال محروم کرده شد. اینچنین او 4,000 سومونی ضرر رسانیده را برقرار کرده است. نظر خود شهرزاد تاجبویف وکیل دفاع و نزدیکان او به این حکم معلوم نیست. فساد از مشکلات اساسی تاجیکستان گفته می شود و سالانه 10 کارمند دولتی با جرم گرفتن پاره دستگیر می شوند.